طلبانه و مداراناپذیر خود مردم را کارگر تولید و طبیعت را ابزار تولید می‌پنداشت. این گونه به رابطه دو سویه و جوهری انسان و طبیعت آسیب زد. آنها مردم مستعد و جوهردار ما را به پیچ و مهره‌های ماشین بزرگ، کریه و پر سر و صدایی تبدیل کردند که اصلاً کسی نمی‌فهمد به چه دردی می‌خورد. زمانی که در مورد اضمحلال اخلاقی صحبت می‌کنیم، این نقطه کانونی تفکرات هاوله، مسئولیت پذیری فرد آحاد یک ملت و حالا بعداً توضیح میده. همه رو گردن حکومت ها انداختن، همه رو گردن پارلمان ها انداختن، پذیرفته نیست. این در جای جای صحبت های هاول در نقاط مختلف دنیا در جلسات مختلف عنصر مسئولیت پذیری آحاد مخاطبان رو خیلی روش تاکید داره. الان اینجا همینطوری اشاره میکنه. زمانی که در مورد اضمحلال اخلاقی صحبت میکنیم، فقط در مورد مردم بظاهر شیکی که از مزرعه‌های خاص غذای با کیفیت میگیرند و مصرف میکنند و به بیرون پنجره هواپیما هم نگاه نمیکنند سخن نمیگویند. در مورد همه حرف میزنند. همه ما به اجزای یک سیستم تمامیت خواه تبدیل شدیم، آن را همچون حقیقت تغییر ناپذیر زندگیمان پذیرفتیم و در جهت تصویب و ابقای آن عمل کردیم. به بیان دیگر